سلام علیکم وطنداران، روزتان بخیر. انشالله که خوب صحتمند باشین. ما مصطفی حسینی شما را امروز با چینل یوتیوب چکر با مصطفی خیلی خوش آمدید میگم. امروز قرار است که راجع به قرارداد کاری در آلمان صحبت کنیم که خودم به تازگی های قرارداد کاری امضا کردیم و این را ما مهم دانستم که شما هم بدانید و چی چیزهایی در یک قرارداد کاری مهم است و که شما باید اونا را بفهمین و میتونید در جریان مصاحبه کاریتان از اونا پرسان کنین که چگونه است. خب که شما ببینید یک نوع قرارداد کاری به نام قرارداد کاری معین است که اینا وقتش بر شما معین است که از چی وقت، از کدام روز تا به کدام روز شما با او شرکت X کار میکنن. یک قرارداد کاری دیگه است که به نام اون بفقست است که او قرارداد کاری دائم است. وقتی شما او را داشته باشین دیگه نیاز ندارین که 1 سال 2 سال وقت تعیین کرده باشه. از زمان روز آغاز شما را میزنه و نهایت کارتون تمامیش نداره تا زمانی که شما خواسته باشین یا اونا خواسته باشن، تا ای که مثلا شما بگین من نمیتونم کار کنم دیگه، تا ای که اونا بخواین یا کارشون کم شده باشه یا مثلا به هزاران دلایل دیگه. غیر از او کار دائمی فواید خود خیلی داره. دوستا زمانی که شما قرارداد بسته میکنین یا قرارداد امضا میکنین با چند چیز باید متوجه باشین که بر شما دانه دانه براتون میگم که اونا کدام هستن. یک، اولابس یا رخصتی یا تعطیلات شما است. شما باید پرسان کنید زمانی که قرارداد امضا میکنید که چگونه است تعطیلات. آیا بر شما تعطیلات 5 روز هفته را براتون حساب میکنن یا نه، یا 2 روز دیگر هم همراه از او یک جای حساب میکنن. مثلا من خودم 5 روز در هفته کار میکنم. ما قسمی که صحبت کردیم امروزشان اونا برای ما گفتن نه، 2 روز تو زو رخصتی است، نرمال رخصتی است برات. ما 5 روز هفته را بر تو حساب میکنیم که تقریبا 25 روز میشه رخصتی ما و این بسیار خوب است برای ما. یعنی ما اگر هر جای برم لذت میبرم از اون رخصتی های خود. یکی دیگه به نام اول اپسکیل داریم. شما میرم پرسان کنین که زمانی که قرارداد می نویسین ایرا باید پرسان کنین که بر شما چگونه قرارداد می نویسه. باید بگین که ما اول اپسکیل ما میخوایم. آیا شما اینجا در شرکتتان اول اپسکیل دارین یا ندارین؟ یعنی رسمی نیست و حتمی نیست که هر شرکت باید بر شما یک اول اپسکیل حتما باید 100% بر شما بده. نه، بعضی شرکت ها خود مختار هستند. بعضی شرکت ها بر شما میده و بعضی شرکت های دیگه هم بر شما نمیده. ولی اگر پرسان کنین بهتر خواهد شد. دیگه اش داریم به نام وایناخسگلد یا وایناخسفریانو برش داریم. وایناخسفریانو به خاطر که در آلمان رخصتی است، بعد از شما پرسان کرده میتونین بله پس ما وایناخسگلد دارم یا ندارم، یا رخصتی های کریسمس یا سال نو پیسه برای ما میتن نمیتن. اگر پرسان کنین برای شما خوب است، به خاطر که شما یک پیسه که مثلا بر علاوه ماشتان است به دست میارین نرمال بدونی که مثلا شما کار کرده باشین و پول در حسابتان میاین. ما خودم با تازگی ها قرارداد کاری دائمی امضا کردیم به عنوان آشپز. دیگه از تاریخ 1 ماه 6 که روز یک شنبه است، از ساعت 8 تا 4 بجه کارم است، ساعت کاریم است که ما باید 5 روز هفته در او کار ما باید باشم. کار ما 2 روز ما رخصت است، دوشنبه 3 شنبه رخصتی دارم. کسایی که مثلا قرارداد کاری دائمی دارن یا فست دارن، با اونا یک پروبا سایت داره یا دوره آزمایشی. اونا شما را میبینن که شما واقعا کار خوب میکنن یا نمیکنن و این پروبا سایت به شما هم خوب است که شما میدونن آیا همین کار با ما سازگار است یا سازگار نیست، آیا ما با این کار جور شدیم نشدیم. شما خودتان بازده 6 ماه تحلیل میکنن که این کار ما آیا از پسش برآمده میتونم یا نمیتونم. دیگه هم دارن که برین همراه شفتون صحبت کنین و بر از او بگین که خب شف سایت حالا ما پروبا سایت ما خلاص کردم، آیا شما از کار ما راضی هستین نیستین و آیا ما میتونیم مثلا با هم دیگه کار کنیم یا نکنیم. ما خوشم آمده و آیا کاری که من میکنم خوش شما آمدن یا نآمده، راضی هستین نیستین. بعد از این گفت اوکی است راضی هستیم، بعد از بر تو یک شانس است که شما بگین که مثلا خب وقت راضی هستی بیاین پس دوباره صحبت کنیم، 1 یورو بر شما
بگین پس بیا قرارداد و تغییر میدیم، یک یورو دیگه اضافه تر میسازیم برای. در کناری که شما یک فول ساید ارباید دارین، شما حقی را دارین که یک نیبن جاب بگیرین یا یک کار فرعی در پالش داشته باشین که از 42 یا 40 ساعت بیشتر نباشه. در صورتی که شما را شرکت اصلی تان اجازه بده. یک موضوع دیگه است به نام کونزیگونگ یا استعفا نامه. شما حق دارین بعد از اینکه پروبسایتون خلاص شد، اونا هم حق داره و شما هم حق دارین که شما 4 هفته پیش از ترک وظیفهتون باید اونا رو خبر بسازین و استعفا نامه تان رو نوشته کنین و اونا بتن و اونا همچنان 4 هفته پیش شما را باید خبر کنه. اگر نه بعد از او باید چندین ماه دیگه برای شما تا ای که شما کار دیگه پیدا کنین، اونا باید معاش مکملتون رو پرداخت کنه. خب دوستا، این بود از قرارداد خط کاری در آلمان که ما خودم امضا کردیم و چیزی که معلومات داشتم برای شما گفتم. اگر شما درباره قرارداد کاری چیزی بیشتر و بهتر میدونن، لطفا در کامنت ها نوشته کنین تا که ما از او با خبر باشیم. تشکر میکنم از تمام شما که ویدیو رو ببینید هستین. کسایی که هنوز سابسکرایب نکرده چینل ما را، برین با چینل ما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را تماشا کنین. بدرود، خدا نگهدار.